کارگاه مقدماتی هست، بحث‌های مفصلی هست که بعداً در کارگاه‌های بعدی خدمت دوستان خواهیم گفت. فقط اینکه صرفاً این کارگاه برگزار شده به جهت آشنایی دوستان با سیستماتیک ریویو. اگر که علاقمندی براتون به وجود اومد نسبت به ادامه کار و شرکت در تیم‌های پژوهشی، ما میتونیم دوستان رو در واقع باشون در ارتباط باشیم تا کارگاه آینده. خب من لیزر پوینترم هم روشن کنم و بریم سراغ در واقع معرفی. خب من اگه بخوام در مورد خودم توضیح بدم، من educational technologist هستم و در زمینه در واقع علاقه که به علوم تربیتی داشتم و این علاقه و این سرچی که در حیطه علوم شناختی برای من پیش اومد، نظریه شناختی، و اگه دوستان علوم تربیتی اینجا حضور دارن، چون من لیست رو که میدیدم از دوستان علوم تربیتی بسیار زیاد هستن از دوستان، و این در واقع نظریه شناختی که وقتی میاد بحث میکنه و پای مغز رو میکشه وسط، اونجا من خیلی علاقمند شدم به اینکه بخوام راجع به مغز بیشتر بدونم و شروع کردم به تحقیقات در مورد مغز، چگونگی کار کرده مغز، حیطه علوم شناختی، حیطه نوروساینس، شاخه‌های مختلف نوروساینس، چه در زمینه تصویربرداری مغزی، چه در زمینه دریافت سیگنال‌های مغزی و حتی نوروآناتومی، تشریح مغزی. همه اینها رو سعی کردم به نوعی در طی تقریبا این 5 سالی هستش که به صورت جدی دارم این کار رو دنبال میکنم انجام بدم و شروع کردم به پژوهش. البته 4-5 تا پژوهش نیمه تمام دارم که متاسفانه با مدیریت غلطی که قبلا در مجموعه بودم که در واقع تحت نظارت یک مدیریت غلط این پژوهش رو به نتیجه نرسید، ولی که خب من سعی کردم که خودم به صورت مستقل پژوهش ها رو دنبال کنم، پژوهش های جدیدی رو دنبال کنم و حالا با توجه به علمی که به دست آوردم الان در خدمتتون هستم. از دانشگاه جانز هاپکینز همونطور که می‌بینید دوره کورسرا که روی کورسرا برگزار شد از دانشگاه جانز هاپکینز تونستم با نمره 86 در واقع این دریافت مدرک داشته باشم از دانشگاه جانز هاپکینز در واقع اینم Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis همینطور که می‌بینید. در حال حاضرم با دانشگاه در واقع استفوردشایر انگلستان و دکتر صادق زاده از عزیزان ایرانی که خیلی موفق هستن در انگلستان تیمی داریم که متشکل از دوستان عرب زبان، انگلیسی زبان، حالا میگم عرب زبان به معنای اینکه زبان گفتگو عربی هست، نه به معنای اینکه از دوستان عرب هستن، و یک تیم متفاوت از در واقع نژادهای مختلف تشکیل شده و در حال سرچ هستیم و انجام کار سیستماتیک ریویو. این هم ایمیل من، تلگرام من و لینکدین من هست. اگر دوستانی تمایل داشتن برای ارتباط در خدمتشون خواهیم بود. خب حالا بحثی که خیلی جدی میشه و میریم سراغ انواع مطالعات. خب همونطور که میدونید ما فقط مطالعات ریویو که نداریم. کل مطالعاتی که در واقع وجود داره در دنیای علم و پژوهش تقسیم میشن به دو نوع، توصیفی و در واقع آنالیتیک یا تحلیلی. اینها تقسیم میشن به این دو گروه که هر کدوم خودشون یک زیر شاخه هایی دارن. توصیفی مشخصه دیگه، شما میایید یک بحثی رو توصیف میکنید، در مورد یک چیزی مثلا صحبت میکنید، نظرتون رو میگید، اون نقطه نظرات، اون پوینت های مورد نظر خودتون رو در مورد موارد مختلف میایید بهش اشاره میکنید در مقالات که حالا اکسپرت های اون حوزه میان داوری میکنن و مقاله حالا یا به چاپ میرسه یا اتفاقات دیگه براش میفته، منجر میشه به دیسکریپتیو در واقع آرتیکل ها که اینها به مقالات توصیفی معروفن. ولی یه جای دیگه ما با عدد و رقم طرفیم، یعنی با یک نوع مقالات دیگه ما با عدد و رقم طرفیم. اینا درشون از اعداد استفاده شده، از روش‌های آماری استفاده شده، تحلیل آماری استفاده شده. ما مجبور هستیم که یک سری روش‌های آماری برای اینکه بخوایم تخمین بزنیم، ببینیم که نتیجه پژوهشمون به کجا رسیده، از اعداد استفاده کنیم که اینها میشن تحلیلی یا کمی و اینها هم زیرشاخه‌های خودشونو دارن. اگر بخوایم توصیفی‌ها رو تقسیم کنیم به سروی استادی ها که خودشون یک سری در واقع کراس سکشنال هستن و
مطالعات مقطعی هستن و کوالیتیتیو ها تقسیم میشن. سروی ها کدوم ها هستن؟ مثلا دیدین بهتون یه پرسشنامه میدن، میگن برین پرسشنامه رو پر کنین یا مصاحبه کنین، یا حالا میان در واقع یک چیزی رو میبینن به صورت مشاهده‌ای، در مورد اون یه نظری میدن، یه مقاله مینویسن. و دوستان یه فیدبکی به من بدید. الان صدا هستش دیگه، درسته؟ من انشالله که برای خودم صحبت نمی‌کنم. خیلی ممنون، متشکرم. مطالعات دیگه کوالیتیتیو ها هستن. اینا هم مطالعات توصیفی هستن. این چطوریه؟ مطالعات توصیفی اینطوری هستش که شما وقتی که یک موضوعی رو در نظر میگیرید، مثلا میخواین در مورد تاثیر مثلا در مورد تاثیر مهربانی، یه چیزایی که قابل اندازه‌گیری نیست، مثلا تاثیر مهربانی روی مثلا خلق و خوی یک بچه 5 ساله میخواید تحقیق کنید. شما میاد یک سری بچه 5 ساله رو میبینید، رفتار رو میبینید، یه سری مثلا رفتار خوب رفتار بد انجام میشه، نتیجه اون رو میبینید و به صورت توصیفی میاد نتیجه رو توی ریزالت یا توی اون نتایج مقالتون میاد مینویسید. فقط نظراتتون رو مینویسید که به اینها میگن کوالیتیتیو، که باید بر اساس حالا اون مبنای نظریه در واقع اون موضوعی که دارید براش کار میکنید. همینجوری که نمیشه، حتما باید یک مبنای نظری داشته باشه، 4 تا دانشمند اونو تایید کرده باشن، شما ببین بر اساس نظریات اون دانشمندها بیاید نظر خودتون هم بنویسین در همون راستا. این میشه کوالیتیتیو استادی ها. حالا وقتی بخواد این کمی بشه چی میشه؟ میره تو زمره یا دسته مطالعات آزمایشی یا اکسپریمنتال. وقتی که آزمایشی میشه، حرف از آزمایشی میشه، یعنی اینکه شما میخواید یک گروه آزمایش کنید دیگه. یعنی که شما در واقع مجبورید 1 یا 2 تا گروه یا مثلا 3 تا گروه رو با هم مقایسه کنید. چند تا گروه میارید، اینجا که نوشته رندومایزد پارالل گروپ یا رندومایزد کراس اوور. پارالل که یعنی به صورت موازی، گروه های موازی، یه گروه کنترل، یه گروه آزمایشه، یه گروه در واقع مثلا میخوام گروه 1 رو با گروه 2 مقایسه کنم، نتایجم رو به صورت عددی میخوام با هم مقایسه کنم. حالا مثلا طبق اون نتیجه‌ای که به دست میاد میخوام اینا رو با هم مقایسه کنم. کراس اوورها چجوریه؟ اینا ضربدری ان. به صورت ضربدری مثلا یه سری از گروه 1 میره تو گروه 2، نمیدونم از گروه 2 میاد تو گروه 1، یا یه سری چیزا رو میان مثل داروها، مثلا ورزش، مثل تغذیه، اینها رو میان با هم دیگه در واقع تلفیق میکنن. بعد صدا قطع و وصل میشه دوستان، صدا قطع و وصل میشه. خب فکر میکنم که باید حالا برای دوست عزیزمون بنویسین لطفاً. دوستان عزیز دیگه ای که حالا فیدبک بچه ها رو میبینن، اگر قطع میشه لطفاً به دوستان، حالا خودتون صدا رو خوب دارید، به دوستان بگید که خارج و وارد بشن یا اینترنتشون رو چک کنن یا حالا یه سویچی کنن روی یک اینترنت دیگه. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. حالا کراس اوور هم که هم تو خدمتتون گفتم، مثلا از گروه 1 میره تو گروه 2، دوباره یه سری مطالعه روش انجام میشه، از گروه 2 میره تو گروه 1. اینا همشون با عدد و رقم و با مثلا پرسشنامه‌های عددی و حالا یه سری تسک هایی که جوابش به صورت عدد و رقم هست، باز اینها مواجه میشن که اینا رو دارم میگم فقط بشناسین و بدونین. اینا ربطی فعلا به سیستماتیک ریویو نداره. انواع مطالعات دارم براتون میگم دوستان که فقط بشناسید. یک سری دیگه از مطالعاتی که تحلیلیان، ابزرویشنالن، یعنی مشاهده‌ای ان. شما میاد اینها رو مشاهده میکنید، نتیجه رو مشاهده میکنید. دیگه نمیاد گروه 1 و 2 رو با هم مثلا افراد رو با هم قاطی کنید، این بره گروه 2 این بره گروه 1. نه، اینطوری نیست. دقیقاً روی اون شرکت کننده هایی که توی اون پژوهش دارن تفاوت اینجا وجود داره. کوهورت استادی ها کدوما هستن؟ اینایی که مثلا میبینید میرن یه دفعه یه شهر رو در واقع اندازه گیری میکنن، مثلا میگن که تو فلان روستا یه دفعه مثلا تعداد زیادی از افراد مبتلا به سرطان شدن، چه اتفاقی افتاده؟ میرن ببینن که مثلا توی این چند سال اخیر آیا آب شربشون تغییری کرده، آیا آب و هواشون تغییری کرده، یا حالا اتفاقاتی از این قبیل رو میان بررسی میکنن که یک جمعیتی رو طی یک سالی یا طی یک مدتی که به مطالعات لانجیتودینال هم معروفن که مطالعات طولی میشه،
میان طی یک مدت اینها رو بررسی میکنن. اینا هم عدد و رقمی تحلیل و آنالیز میکنن که میشه ابزرویشنال استادی هایی که کوهورت هستن. کراس سکشنال هم مقطعیه. اینا ببینید در طی زمان بلند کوهورت استادیا بررسی میشن، بررسی ها رو مشاهده میکنن، ولی کراس سکشنال اینطوری نیست. کراس سکشنال مقطعیه، یعنی توی مقطع زمانی کوتاه و به صورت تحلیلی باز با عدد و رقم نتایجشون رو میان بررسی میکنن. کیس کنترل چیه؟ یعنی یه نفر کیس یه دونه است دیگه، یه دونه رو کنترل میکنن یا یک نفر رو با یک نفر دیگه شرطش رو بررسی میکنن یا یک نفر رو با شرایط گذشته خودش بررسی میکنن که بیشتر تو علوم پزشکی و دامپزشکی و اینها کیس کنترل ها کارایی دارن و این هم از کل مطالعاتی که ممکنه وجود داشته باشه در دنیای علمی و دوستان در ادامه از هر کدوم از این نوع مطالعات وقتی میگیم تایپ آف استادی ها در مورد همینا داریم صحبت میکنیم. ممکن از هر کدوم از اینها ما بیایم توی در واقع سیستماتیک ریویو هامون استفاده کنیم. جناب بهزادیان گفتن که مدت زمان من سعی میکنم، ببینید دوستان، من سعی میکنم که تمام اطلاعات رو تو اون زمان تعریف شده برسونم که خیلی هم وقت دوستان گرفته نشه. عرض کرده بودم خدمتتون از 45 دقیقه تا 1 ساعت و ربع ما در واقع پیش بینی زمانی داریم با توجه به وضعیت اینترنت که میدونستم مشکل ممکنه پیش بیاد. حالا اگر کم و زیاد شد دوستان به بزرگی خودشون ببخشن، من ولی تمامی مطالب رو بهتون حتما انتقال میدم. خب بریم سراغ ادامه کار. این هرم شواهدی که وجود داشت و من براتون فرستاده بودم، نوع دیگه‌اش رو گذاشته بودم روی کانال و به این ترتیب هستش که ببینید انواع مطالعات رو اومده تقسیم کرده و از پایین ترین در واقع سطحی که میشه برای اعتبار یک مقاله. اعتبار وقتی که حرف از اویدنس میاد، میگه ببینید هرم شواهد دیگه. اویدنس همون شواهدی هستش که میخواد بیاد تایید کنه، شهادت بده به این که کار ما دارای اعتبار هست یا نیست. یا مثلا یه شاهد میبرن تو دادگاه قسم میخوره و مثلا تایید میشه که طرف کارش درست بوده یا غلط بوده یا هر چیز دیگه ای. اینجا هم این مقالات با توجه به نتایجی که دارن، میزان اون شهودشون و شهادتشون اعتبارش از پایین به بالا زیاد میشه. همینطور که میبینید مقالات سیستماتیک ریویو و متا آنالیز در واقع بالاترین سطح اویدنس رو در هرم شواهد، بالاترین سطح اعتبار رو دارن و اینها در نوک قله هرم شواهد قرار میگیرن و این رو بدونید که نسبت به بقیه مقالات پر اعتبار ترینن. دوستان اگر که مشکلی نیست اجازه بدید من بعضی از سوال‌ها رو انتهای کارگاه پاسخ بدم که وسط جلسه دیگه در واقع این دیسترکتور برای دوستان پیش نیاد، حواس پرتی ایجاد میشه. لطفاً اجازه بدین که من سوالاتتون رو انتهای جلسه پاسخ بدم. خب پس سیستماتیک ریویو در بالاترین سطح قله اویدنس قرار داره، در هرم شواهد قرار داره. من یه چیزی از یکی از استادام شنیده بودم که میگفتن که شما اگر یه دونه مثلا داری مقاله مینویسی یا داری پایان نامه مینویسی، اگر یه دونه سیستماتیک ریویو بنویسی بذاری براش به عنوان رفرنس که مثلا بهش استناد کردی و مثلا اونو خوندی، مطابق نتایج اون سیستماتیک ریویو اومدی به یک مطلبی پرداختی، تو لیترچر ریویو همون پیشینه پژوهشی که میگن مثلا نتیجه اون در واقع سیستماتیک ریویو رو بردی تو پیشینه پژوهشت نوشتی، معادل 5 تا مقاله اوریجیناله، مقاله ساده هستش که مثلا نگارش میشه. حالا تفاوت مقاله ساده از نظر استراکچر بهتون نشون میدم که مقاله ساده با مقاله ریویو چقدر فرق داره از نظر ظاهری و حالا در واقع پارت های مختلف و سکشن هایی که داره من بهتون نشون میدم اگه دوستانی که آشنایی ندارن باهاش آشنا بشن. پس ارزش سیستماتیک ریویو رو هی من دارم براتون اینو بولدش میکنم که بدونید چقدر ارزشمنده. حالا میگه که اصلا سیستماتیک ریویو چیه؟ این تصویرم یادتونه دیگه، من گذاشتم داخل در واقع کانال. بهترین تصویر توصیف کننده سیستماتیک ریویوه که شما یک سری استادیز ها رو که همون استادی هایی که گفتیم تو اسلاید های قبلی از این نوع ها، از این نوع مثلا 25 تا، از این نوع 1000 تا، از این نوع 200 تا، خب اینا رو میایم میذارین داخل یک قیف سیستماتیک ریویو
یک سری پروسس انجام میشه روش، یک سری فرایندها و کارهایی روش انجام میشه. ما قرار تمام اینها رو با شما در موردش صحبت کنیم و در نهایت یک سیستماتیک ریویو میاد که منظمه. یعنی بچه‌ها، من میخوام حالا ببخشید میگم بچه‌ها، حالا به زبان خیلی دوستانه میگم، اولین باری که من این تصویر رو دیدم من عاشق این تصویر شدم که گفتم چقدر قشنگه که در دنیای علمی زمانی که ما یک عالمه مقاله های مختلف داریم و همینطور کارخونه چاپ مقاله داریم و خیلی تون داره مقالات چاپ میشه، یک کاری میاد همه اینا رو نظاممند میکنه. اینا که مثل همه میاد توی قالب نشون میده و ببینید چقدر قشنگ همشون مثلثن، یعنی همشون نگار از یه نوعن ولی یک مثلث بزرگ رو درست کردن و اجزای تشکیل دهندش میشه مطالعات قبلی که انجام شده ولی شاید مثلا نتیجهش انقدی تاثیرگذار نباشه، اما وقتی میاد تو سیستماتیک ریویو یک تاثیر مؤثر خیلی بزرگی میذاره که مخصوصا تو مطالعات پزشکی دوستان، اینو میخوام بهش اشاره کنید، تو مطالعات پزشکی حتی میتونه سالهای سال یک پزشک رو جلو بندازه، نتایج رو روی جون انسان ها میتونه خیلی تاثیرگذار باشه که توی دانشگاه جانس هاپکینز اینو میگفتن همیشه که یک دونه مقاله سیستماتیک ریویو میتونه معادل یک در واقع اتفاق علمی بزرگ تو دنیای پزشکی باشه و جون انسان ها رو بتونه نجات بده، مخصوصا در زمینه سرطان، دارو، اینها خیلی تاثیرگذاره. حالا میخوام ببینیم مثلا سیستماتیک ریویو چیه. همونطور که میبینید میگه تمام تمرکزش روی یک سوال خاصه. نمیاد سوال مثلا خیلی پراکنده‌ای بپرسه، نمیاد ذهن مخاطبش رو درگیر کنه، یک موضوع خاص رو میاد دنبال میکنه، یک سوال رو، و انقدر در نگارش سیستماتیک ریویو طرح سوال مهمه که حالا همطور که بریم جلو متوجه خواهید شد. توی سوالات هم دوستان داشتن، اصلا دیدیم که چقدر حالا تکرار شده بود توی سوالها، توی پرسش نامه‌ای که وجود داشت که اهمیت سوال پژوهشی رو دوستان حتما توی سیستماتیک ریویو بهش دقت داشته باشید. و این که میاد از پری پلن ها و اون صراحت علمی و روش های علمی میاد توی در واقع جمع شدن کار، توی اینکه بخواد کار رو به صورت نظاممند پیش ببره، خیلی صریح میاد همه چیز رو توضیح میده. یعنی ما تعارف نداریم تو نگارش سیستماتیک ریویو. حالا نمیدونم دوستان مثلا تجربه داشتن دیدن بعضی جاها میان مثلا یه کلکایی میزنن تو کارهای علمی، کارایی میکنن، تغییرات چه میدونم دیتا میدن، تغییرات نتایج میدن، یه کاری اینجوری میکنن که نهایتا مقالهشون چاپ بشه. اما سیستماتیک ریویو از این شوخی‌ها برنمیداره. همه مراحلش، همه متدهاش کاملا صریحه، یعنی راستگویی بیداد میکنه در کار نگارش سیستماتیک ریویو، هیچ راه فراری نداره و بنابراین برای همین توی اون هرم شواهد نوک قله قرار میگیره، چون بایاس رو میاد حذف میکنه. شما سوگیری نمیتونی داشته باشی مثلا یه دونه پارتیسیپنت یا حالا میگم شرکت کننده داشته باشید توی پژوهشت، مثلا از این خوشم نمیاد، بذار از این مثلا تون آزمونشو بگیرم بره، یا مثلا چه میدونم اگه مثلا دو تا دوستن با هم اومدن توی یک پژوهشی شرکت کردن، همینجوری تون مثل هم مثلا پرسشنامه‌شون رو پر میکنن میدن دست کسی که داره پژوهش انجام میده. خب ولی تو سیستماتیک ریویو این چیزا نیست، میاد همه این عوامل رو حذف میکنه و این خیلی جذابیت داره. حالا فیچرها و ویژگی هایی که در واقع سیستماتیک ریویو داره چیه؟ اینم خیلی میتونه حائز اهمیت باشه. من بتونم دونه دونه اینها رو براتون بگم. چک کنم ببینم که خب سوالی نیست دوستان، خیلی ممنون. خب فیچرها این که ببینید خیلی در واقع آسون و چطور بگم خدمتتون، خیلی به صورت قابل دسترسی شما میتونید این تسهیل کنید. وسیلیتی و کلمش یادم رفته بود، خیلی عذرخواهی میکنم. میتونید تسهیل کنید این روش هایی که میخواید ادغام کنید اطلاعات رو با هم دیگه و یک تصمیم واحد بگیرید. دیدید اون استادی ها به صورت ریز ریز، حالا توی اینجا مثلا ریز ریز کوچولو هر یه دونه اینا هر کدوم یه مقاله است دیگه. خب راجع به همه اینا میتونید به صورت
اینکه بخواید اینا رو یک پارچه کنید، یک تصمیم بگیرید که چطور اینها با هم ادغام بشن. این ویژگی سیستماتیک ریویوه. یا اینکه مثلا این همین فرآیندی که بهتون گفتم به صورت شفاف بخواید ارائه بدید، دروغی توی کار نیست، خیلی همه چیز صادقانه گفته میشه و روشنه. یا اینکه مثلا اگر که قرار باشه روی کار پزشکی کار انجام بشه، در زمینه پزشکی کار انجام بشه، که مراقبت‌های بهداشتی و مثلا میاد میگه کجا ثابته، کجا تغییر میکنه و چرا این اتفاق میفته، که در دنیای علمی پزشکی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. هرچند که سیستماتیک ریویو اصلا فقط مربوط به رشته پزشکی نیست، رشته‌های مختلف علوم انسانی، رشته‌های علوم اجتماعی، حتی رشته‌های ریاضیات، مهندسی فنی، همه اینها میان از سیستماتیک ریویو استفاده میکنن، فقط به جهت اینکه از یادگویی‌هایی توی در واقع مقاله نویسی دیگه بهش نپرداخته باشن. حالا میریم جلو راجع به موضوعات هم حرف میزنیم، اینجا اصلا خیلی جذابیت داره. بعد میاد بایاس رو کم میکنه و اون در واقع سوگیری که یا تعصب و اون اثرات احتمالی خطا رو کم میکنه. شما نمیتونید بر اساس یک تعصب خاصی که نسبت به یک موضوعی دارید سیستماتیک ریویو بنویسید. اینم میریم جلو بیشتر راجع بهش توضیح میدیم، شاید الان خیلی قابل درک نباشه ولی در عمل وقتی که شما سیستماتیک ریویو انجام میدید کاملا متوجه این بحث میشه. بعد در مورد در واقع متاآنالیز نوع دیگه ای از سیستماتیک ریویوه که سیستماتیک ریویو نوعی حالا میشه گفت میتونیم بگیم توصیفی، نتایج رو توصیفی میاد بررسی میکنه. متاآنالیز میاد کمی و حالا تحلیلی بررسی میکنه. یه جدولی اول نشونتون دادم که تفاوت توصیفی و تحلیلی رو بهتون گفتم که با عدد و رقم متاآنالیز سر و کار داره. ولی توی سیستماتیک ریویو نه، شما میای نظر خودتو بر اساس اون ریزالت و نتایجی که از مقالات مختلف به دست آوردی، نتایجش رو خوندی، یه بحث و گفتگوی راجع به اون میکنی و نتیجه رو مینویسی. ولی توصیفیه دیگه، از عدد و رقم و فرمولینا استفاده نمی‌کنی. تو متاآنالیز از فرمول استفاده می‌کنی. پس میشه دقیق‌تر دیگه وقتی با عدد شخصی صحبت میکنه دیگه این در واقع خیلی دقیق میشه. پس این دقت وقتی که متاآنالیز انجام میشه تخمینش دقیق تر میشه نسبت به حالا اون مطالعات ایندیویدوال ها یا مطالعات فردی. بعد شما میتونید سیستماتیک ریویو رو آپدیت کنید. مثلا دیدین شما اگر یک موضوع انتخاب کنید، میخوایم پایان‌نامه بنویسین، ارجاعتون میدن میگن برید ایران داک ببینید اصلا پیشینه پژوهشی داشته یا نه. اگر شبیه مطالعه شما باشه اصلا ازتون قبول نمیکنن. ولی سیستماتیک ریویو که اینجوری نیست. توی سیستماتیک ریویو اگر حتی اینم یکی از اون سوالایی بود که پرسیده بودیم ما، اگر حتی یک موضوع تکراری وجود داشته باشه براش، شما در واقع میتونید اونو آپدیتش کنید به عنوان آپدیت شده. یعنی مثلا سال 2000 من یه موضوعی میخواستم روش کار کنم، بعد میدم که سال 2000 که راجع به این سیستماتیک ریویو نوشتن، میگه هیچ اشکالی نداره، شما بعد از 2000 رو بیا مطالعات رو بررسی کن که نسبت به همین مربوط به همین موضوعه و این رو آپدیتش کن، هیچ اشکالی نداره. این مطالعات اوریجینالن که فقط میتونی توی همون یه زمینه با یک موضوع بنویسیش و نباید تکراری باشه و ناولتی و اینا داشته باشه. علاوه بر اینکه ناولتی داره، این خاصیت آپدیت شدن داره و این خیلی اینم جذابش میکنه. و اینکه به شما اجازه میده که بر اساس همه این شواهدی که وجود داره یه تصمیم بگیری و همجوری الکی تصمیم گیری نکنی. شواهدی که در نتیجه جمع شدن این دونه دونه استادی هایی که داشتن میریختن تو قیف، نتایج اونها رو ببینید و تصمیم گیریتون رو انجام بدید. حالا ببینید چک لیست هایی وجود داره برای اینکه ما سیستماتیک ریویو بنویسیم. خب همینجوری نیستش که مثلا ما بیایم بلند بگیم اوکی ما الان سیستماتیک ریویو رو انجام بدیم. نه، به ما یه چک لیستی میدن، خیلی هم واضحه، هیچ سختی هم نداره. حتی اگر شما همین الان برید چک لیست پریزما رو باز کنید، برای تمامی رشته ها کار میکنه. کوکرین بیشتر پزشکیه ولی پریزما تمامی رشته ها رو پوشش میده. البته از در واقع نکاتی که کوکرین میگه میتونیم توی علوم دیگه هم استفاده کنیم، هیچ اشکالی نداره، ولی بیشتر پزشکی ازش استفاده میکنن که بخواد یه مقدار قدرت، چون خیلی سختگیرتر از پریزماست، یعنی چون که یه مستقیما با سلامتی افراد در ارتباطه و پزشک ها دارن ازش استفاده میکنن و تو دنیای پزشکی داره استفاده میشه، مثل یک
مثلا دیدین یه دکتری میاد میگه آره جدیدن این چیز شده که مثلا دیفنهیدرامین رو مثلا نباید اینطوری بخوریم، فلان طور بخوریم. این از کجا اومده؟ از همین مطالعات سیستماتیک ریویو اومده و میان به صورت ریویو اونها رو بررسی میکنن، یا مثلا کیس کنترل ها رو اینجوری بررسی میکنن، جواب میدن که به صورت البته اون فردیه، ولی سیستماتیک ریویو نه دیگه، میاد یک جمعیتی رو مورد مطالعه قرار میده، مثلا میاد آفریقا و چه میدونم آمریکا و مطالعات آسیا و اینا رو همه رو با هم جمع میبنده، به یک نتیجه کلی میرسه، بعد اونجوری میاد تو دنیای پزشکی یک نظری میده. ولی پریزما نه، اینطوری نیست. پریزما برای همه رشته ها به یک زبان خیلی گویا، شما کافی یک سرچ بکنید، بزنید پریزما 2020، آخرین آپدیتش هم سال 2020 بوده، 4 سال پیش که نزدیک دیگه، حالا داره میشه 5 سال پیش، که شما میتونید ببینید دونه دونه مثلا از شروع کار، از اینتروداکشن، از اون مقدمه کار سیستماتیک ریویو براتون توضیح میده تا آخر کار. الان اینجا چی کار کن، الان اینجا برو این کارو بکن. مثل یک مثلا انگاری که نمیدونم یک کارفرمایی به مثلا کارمند خودش میگه حالا برو این کارو کن، اینو بنویس، حالا برو این کارو کن، اینو بنویس. بسته به موضوع شما میاد راهنماییتون میکنه که چطور بخواین سیستماتیک ریویو بنویسید. معتبرترینشون اصلا همین دوتا دیگه، چک لیستی که در دنیا وجود داره، پریزما، کوکرینه، چیز دیگه وجود نداره. اگه کسی بهتون گفت بهش بخندید. خب حالا میگه که اصلا آیا سیستماتیک ریویو همین در واقع فقط سیستماتیک ریویو، مقالات ریویو، یا نه توی در واقع چیزهای دیگه هم وجود داره، یعنی انواع دیگه ما از سیستماتیک ریویو داریم یا نه؟ اینو براتون توضیح بدیم. خب بستگی داره که شما میخواین چیکار کنین، یعنی تو ریویوتون چه هدفی رو میخواین دنبال کنین. اگر که ببخشید دوستان، من یه اتفاق اینجا اجازه بدین، من فکر کنم اومدم بیرون از در واقع خیلی عذرخواهی میکنم. خب پس ما یه ریویوی داریم که سیستماتیک ریویو جزئی از اونه دیگه. میکنم چون اکو ایجاد بشه. خب صدا هست، صدا و تصویر. خب خانم حمدی گفتن که شما می‌خواید سویه های تحقیقات قبلی باشه که انجام شده. بله. خانم حمدی خیلی قطع و وصل میشه. الان مشکلتون حل شده؟ دوستان مشکلی هست الان برای صدا؟ اوکی. خب خیلی ممنونم از فیدبکتون. اگر مشکلی بود که من فیلم جلسه رو هم در اختیارتون قرار میدم دیگه. این صداش دیگه اوکی دیگه، انشالله که تو ضبط جلسه هم مشکلی پیش نمیاد و دوستان میتونن فیلم هم خوب ببینن. خب ما انواع ریویو هم داریم، فقط بستگی داره که شما میخواید چی کار کنید. انواع گوناگونش رو برای شما اینجا توضیح میده. ببینید مثلا شما میخواید یک کار ریویو انجام بدید، میگه که شما میخواید تنهایی یک کاری انجام بدی و فقط این که مثلا در گذشته چه کارهایی راجع به فلان موضوع انجام شده میخواید داشته باشین. اگه میگه آره، یعنی اینکه نمیخوای به صورت نظاممند اینها رو جمع کنی. اگه بگی نه، میگه برو لیترچر ریویو بنویس. یک نوع از ریویو. میگه برو یا لیترچر ریویو یا نریتیو ریویو. پس نمیخوام خیلی نظاممند بنویسم، میخوام فقط یه پیشینه پژوهشی داشته باشم، مثل همونی که میریم سرچ میکنیم تو پیشینه پژوهش رساله دکترا یا حالا چیز مینویسیم، در واقع پایان نامه ارشد مینویسیم، همون شکلی جمعشون میکنیم و با یه هدف اینها رو با هم دیگه لینک میکنیم و میشه لیترچر ریویو. ولی میگه نه، من میخوام نظاممند کار کنم. میگه اوکی، آیا شما 2 نفر یا بیشتر هستید که بخواید برای کار ریویو کار کنید؟ حالا بچه متوجه شدید این که نوشتیم چند نفر ریویور میخواد کار سیستماتیک ریویو، این اهمیتشه. یکی از سوالا بود. میگه 2 نفر بیشتر هستین یا نه؟ میگه نه. میگه که خب شما باید برای اینکه حالا اون بایاس ایجاد نشه، چون نظر یک نفر همیشه ممکنه مثلا من سوگیری داشته باشم دیگه، دوستم میاد به من میگه که چیزی که تو گفتی من باش موافق نیستم، مثلا یه چیز دیگه.
تو از این منظر داری بهش نگاه میکنی، من دارم از این منظر بهش نگاه میکنم و دو تا نگاه مختلف روی یک موضوع باشه، خب بایاسش کم میشه، اون سوگیری یا تعصبی که نسبت به اون موضوع هست کم میشه، تفکر انتقادی میره بالا، اصلا یه کار خیلی شیک و ترتمیزی از آب در میاد. اگه نباشه که میگه نه خب شما رو به خیر ما رو به سلامت. اگه باشه میگه اوکی شما 12 تا 18 ماه وقت داری برای اینکه بخوای این ریویو رو کامل کنی. میگه نه ندارم. میگه خب اگه 12 تا 18 ماه نمیتونی اینو کامل کنی برو یه رپید ریویو بنویس، به سرعت یه ریویو بنویس دیگه در عرض فاصله زمانی کوتاهی. یعنی 12 تا 18 ماه حداقل لازمه برای کسی که البته کار تازه آماتور تازه میخواد شروع کنه. بستگی داره دیگه آقای حسین پور، بستگی داره خانم حسین پور که در واقع بپذیره دانشگاه یا نه. بعضی از دانشگاه نمیپذیرن، اصلا کار ریویو نمیپذیرن چون تک نفره باید انجام بشه. حالا لیترچر ریویو رو من در جریانش نیستم ولی ریویو رو میگن اصلا کار نکنید. حالا بستگی به دانشگاه شما داره و روی کردی که اون دانشگاه در واقع تعیین کرده. خب اگر که مبتدی هستین 12 تا 18 ماه خیلی فرصت خوبیه برای اینکه شما یه ریویو بنویسید، ولی اگر نه حالا میرید روی رپید ریویو. اگه میگه وقت داری، شما میخواین وقت بذارید 12 تا 18 ماه، میگه آیا شما اون تاپیکتون موضوعتون گسترده است و اینکه یعنی اینکه نه مثلا چیزه گسترده نگم بگم محدوده یا مثلا توی یک هیته خاصی هست موضوعتون، یا اینکه نه چند تا سوال پژوهشی دارین که با هم میخواد ترکیب بشه. اگه بگه نه، میگه که شما نیاز دارید که سیستماتیک ریویوتون رو روی یک موضوع خاصی ببندید، با یک موضوع خاصی اینو جمعش کنید. ولی اگه بگه من میخوام فقط یک موضوعی کار کنم، میگه که خب بیا تو اسکوپینگ ریویو بنویس توی یک اسکوپ، توی یک محدوده، توی یک در واقع چی میگن یه مرزبندی برای خود داشته باش که میشه اون اسکوپینگ ریویو. ولی نه اگر اینطوری نیست، شما میخواید که ریویو داشته باشید روی مثلا سیستماتیک ریویو هم که پابلیش شده رو موضوع خودتون کار کنید، شما میتونید یک آمبرلا ریویو بنویسید. یعنی آمبرلا ریویو چیه؟ مطالعاتی هستش که چون شما ببینید میخواید سیستماتیک ریویو بنویسین، اصلا صدا دوستان آقای خدادادی رو راهنمایی کنید اگر صدا براشون خوب نیست. آمبرلا یعنی اگه شما هم صدا ندارید حتما بگید، دوستان دیگه هم بگن اگر صدا قطع و وصلی چیزی داره. خب اگر که شما میخواید سیستماتیک ریویو بنویسین، اینجا دیدین ما یه چیز داشتیم دیگه، ببخشید من رفتم جلو، این استادی ها رو داشتیم. خب اینا همشون مثلا تو سیستماتیک ریویو نباید اینا خودشون ریویو باشن، اینا نباید خودشون سیستماتیک ریویو باشن. اگر اینا خودشون هم سیستماتیک ریویو باشن میشه این آمبرلا ریویو. اگر نباشن میشه که یک سوال رو به صورت خوب فرمولیتش میکنیم که حالا نحوه تعیین سوالا میگم بهتون چجوریه، اونجا دیگه میشه سیستماتیک ریویو. و بعد حالا همین سیستماتیک ریویو هم که بهتون گفتم اگه بیاد خیلی عددی بخواد نتایج رو بررسی کنه میشه متا آنالیز. اگه نه که همین توی همین سیستماتیک ریویو با توصیفی که از در واقع جمع‌آوری نتایج اون مطالعات ریز ریز دیگه، بچه‌ها من به این میگم مطالعات ریز ریز دونه دونه، ایندیویژوال استادی یا اوریجینال استادی ها. خب این مطالعات تک تکی که الان هستن، نتایج اینها رو بچینیم کنار هم که بتونیم یه دونه سیستماتیک ریویو بنویسیم. اگر توصیفی بخوایم نتیجه رو خودمون توصیف کنیم بر اساس دانش، اون میشه سیستماتیک ریویو. اگه عدد داشته باشه، فرمول بخوایم با فرمول پیش ببریم، میشه متا آنالیزی که اینجا میبینید. خب این انواع ریویو. برای اسکوپینگ ریویو 12 ماه لازم نیست. برای در واقع برای سیستماتیک ریویو 12 تا 18 ماه. بله الان بهتون میگم، حالا شما ابتدای مسیرین، اگر واقعا نمیشناسین سیستماتیک ریویو، حالا میریم جلو آشنا میشیم دیگه، خودمون متوجه میشیم چرا انقدر کار داره، یعنی سریع به نتیجه نمیرسیم. حالا میگه که ما اصلا چجوری باید دیزاین کنیم و اینها رو کنار هم بچینیم، سیستماتیک ریویو و متا آنالیز رو.
از ما سوال میکنه، میگه که شما اصلا ایده‌ای داری برای یه ریویو؟ بعد خب برای اینکه بخوای ایده داشته باشی، اول برو یه سرچ آنلاین تو دیتابیس های پایگاه داده ها بکن، بعد برو تو پروسپرو رو ببین. پروسپرو یه سایتیه که مردمی که میخوان سیستماتیک ریویو بنویسن، ریسرچرات، محققایی که میخوان بنویسن، میان اونجا پروتکلشون رو میزنن، مثل پروپوزال میمونه بچه‌ها. مثلا ایران داک میبینی، میری پیشین پژوهشت اینا رو بررسی کنی، میبینی آیا افرادی هستن که دارن همین الان رو موضوع من کار میکنن. خب همزمان با هم که ما نمیتونیم یه دونه سیستماتیک ریویو با یک موضوع واحد بنویسیم. مثلا اگر یه گروهی سال 2000 نوشته باشه، اوکی من میتونم آپدیت کنم سال 2024 هم یه دونه ریویو بنویسم، ولی نمیتونم همزمان با یه تیم دیگه که داره ریویو مینویسه من هم با همون موضوع کار کنم. پس میرم پروسپرو رو میبینم، ببینم تو پروتکل هایی که گذاشتن موضوعی که تو ذهن من هست وجود داره یا نه، که مثلا بی خود منم 12 تا 18 ماه وقت نذارم دیگه، چون قطعا باید مثل هم در بیاد نتیجهش. تو یک سال شما دارید بررسی ها رو انجام میدید. اگر خب دیگه اگه اینجوری ایده داری، اگر که تاپیکت، موضوعت قبلا وجود نداشته، بریم به اسلاید بعدی. ولی اگه نه، اون موضوعی که تو ذهنت بوده وجود داشته، میگه که حالا ببین اصلا یک ارتباطی، همونی که براتون توضیح دادم، مثلا بخواین آپدیتش کنین یا نه، بخواین یه اتفاق دیگه رو حالا بخواین روی ریویو ها پیاده کنین، یه جور دیگه بخواین بررسیش کنین، دوباره میگه برگرد، سرچ کن، سرچ آنلاین کن تو دیتابیس ها. شما حالا میتونی آپدیت بنویسی، میتونی مثلا اونی که سال 1999 یک موضوعی با موضوع شما اومده و در واقع همون موضوع مد نظر تو رو داره کار میکنه، یا یه تغییراتی بهش بده، یا اینکه نه همون رو بخواه آپدیت کن و فلان، میتونی این کار رو انجام بدی. پس این هم از در واقع بررسی هایی که برای خود کار ریویو انجام میدیم. ما الان موضوعمون رو مثلا تعیین کردیم و میریم دیگه شروع میکنیم به کار. ببینید 24 تا استپ داره سیستماتیک ریویو نوشتن. مثل کار اورجینال نیستش که خیلی راحت که راحته ها، خیلی هم راحت تر از اوریجینال به نظرم، ولی مثل کار اورجینال نیستش که زودتر بخواد تموم شه. شما باید در واقع بتونید این کار رو اینطوری استپ رو پیش ببرید حتما. خب اولین کاری که باید انجام بدیم این که یک ریسرچ کوئسچن، مهمترین چیزی که توی سیستماتیک ریویو وجود داره، ریسرچ کوئسچن. شما باید یک تعریفی از سوال پژوهشیتون داشته باشید. یعنی واقعا اول کار باید تکلیفتون با خودتون معلوم باشه. اگر تکلیفتون معلوم نباشه، بگین حالا میرم جلوتر موضوع عوض میکنم، حالا میام این متغیر رو عوض میکنم، مثل کارهایی که مثلا تو پایان‌نامه ها انجام میدن تا بخواد موضوع به ثبت برسه 1001 در واقع شکل عوض شده، ولی اصلا توی سیستماتیک ریویو مدلی نیست. شما سوالتون از اول محکم باید مشخص بشه، صریح، قاطع، اصلا هیچ شوخی هم نداره. بعد اینکه بیاید تیمتو درست کنی، یه نفری اصلا امکان نداره. برای همین میاد اون تفکر انتقادی شما رو افزایش میده، صبر. اصلا برای همین کار سیستماتیک ریویو انقدر ارزشمندی که شما مثلا توی تیم کار میکنید، تیم ورکینگ یاد میگیرید، اینکه با دوستانتون همراه بشین، فکراتون رو بریزین رو هم، میگن بارش مغزی، حالا اون فکرهای مختلفی که وجود داره تو بالاخره افراد مختلف همه رو میریزن وسط، یه چیز خوب ازش در میاد، یه خلاقیتی ایجاد میشه، خیلی بسته نیست، فقط بسته و محدود به نظر یک نفر نیست، چندین و چند نفر میان روش نظر میدن، بحث میکنن. اصلا حضور در تیم های سیستماتیک ریویو خیلی خیلی شیرینیش بیشتره تا مثلا کارهای اوریجینال و اینها. یه کار ریویو واقعا همین تیم مدار بودنش که بر اساس تیم داره میگرده، این خودش خیلی خیلی میتونه به تجربیات یک پژوهشگر اضافه کنه. چون به هر حال هر کدوم از دوستانتون یک مطالعاتی دارن، بعد میان اونو به شما میگن، دانش شما اضافه میشه، بعد کاری که انجام میدید، تحمل جمع، نمیدونم کار در واقع تیمی، تیم ورکینگ، اینا همشون به رشد شما کمک میکنه. من پیشنهادم اینه که واقعا شده یک بارم کار ریویو، سیستماتیک ریویو انجام بدید. خب بعدش اینه که
شما باید یک سرچ استراتژی تعریف کنید. سرچ استراتژی چیه؟ اینطوری نیستش که مثلا بریم برداریم بزنیم تو گوگل، مثلا بزنیم حافظه ورکینگ مموری یا چه میدونم ستاره های نمیدونم دب اکبر و دب اصغر سرچ کنیم یه سری مقاله اینجوری به ما بده. شما باید یک سرچ استراتژی برای خودتون تعیین کنین. الکی نباید سرچ کنین، یعنی مدون، مرتب یک روی کردی برای سرچتون باید داشته باشین و این رو حتما باید برای خودتون تعریف کنین که اینم بهتون یاد خواهیم داد. این چون قلق داره ها، این خیلی خیلی قلقیه، جلوتر بهتون میگیم و مستقیما هم با سوال پژوهشی در ارتباطه. بعد اینکه شما باید سلکشن کرایتریاتون رو دیفاین یا تعریف کنید. سلکشن کرایتریا چیه؟ معیارهایی که میخواین از بین اون مطالعات ریزا بودن، از بین اونها چجوری سلکت و انتخاب کنیم. ما قرار همه مقالاتی که راجع به ورکینگ مموری رو استفاده کنیم؟ قطعا نه. یه سری معیار باید داشته باشیم که مثلا بگیم این مطالعه آره، این مطالعه نه، اینو میخوام، اونو نمیخوام، این بیاد توی چه میدونم مطالعاتی که دلم میخواد، این بره تو مطالعاتی که دلم نمیخواد. همه رو اینجوری دونه دونه جداشون کنید. پس این میشه تعیین معیارهایی که برای انتخاب مطالعه شما در نظر میگیرید. بعد بیاین دیتا کالکشنمون رو تعریف کنیم یا دیزاینش کنیم، تعریفش کنیم که اصلا بگیم چه جوری باید دیتا کالکشن ما یا همون چه میگن جمع‌آوری داده هامون، وقتی که داریم مطالعه میخونیم، یه چیزی مقاله میخونیم، بالاخره یه دیتای توش هست دیگه، اونا رو باید بیایم یه جا در واقع جمعش کنیم و به صورت حالا یه بسته‌بندی نگه داریم و این باید دیزاین بشه. الکی نیست مثلا بگیم که خب توی مطالعه چند تا شرکت کننده داشته، چند تاش زن بودن، چند تاش مرد بودن، به چی اشاره کرده، روش اجراش چجوری بوده، خروجیش چی بوده، اصلا چه نتیجه‌ای داده، مثبت بوده، نمیدونم ارتباط حافظه با نمیدونم مثلا نخودچی آیا مثبت بوده، یعنی نخودچی میخورده حافظش بیشتر میشده یا حافظش کمتر میشده. اینها رو اینجوری باید در واقع دیزاین کنید، دیتا هایی که از هر کدوم از اون مطالعات ریز ریز میگیرید. مرحله بعد اینه که شما به یک پروتکل بنویسین و اون رو رجیسترش کنید، ثبت نامش کنید به عنوان یک کار ریویو. البته این خیلی تو ایران انجام نمیشه ها، چون پراسپرو خیلی دسترسی به ایرانی ها میتونینم انجام بدید، ولی خیلی حالا اشکالی هم نداره اگه اینو انجام ندادید. تو مطالعات پزشکی این واجبه. پروتکل رو مینویسن و اینو ثبت میکنن رو سایت پراسپرو، همون که بهتون گفتم مثلا مثل ایران داک میمونه دیگه، برای پایان نامه چجوریه، میان اونجا پروتکلشون مینویسن. تو پروتکل هم همه اینا هست، همه اینا که اینجا گفتیم اینا رو مینویسن. بعد میان یه پروتکل درست میکنن از همه این کارهایی که قبلا کردن، میان ثبت نام میکنن، میگن آقا ما مثلا در تاریخ 10 آذر 1403 این کارمون رو استارت زدیم، پروتکلش هم گذاشتیم روی پراسپرو، قراره که مثلا چند ماه دیگه تموم بشه، هیچ کس این کار دیگه نیاد انجام بده، این کارتون تکراری میشه، یا اینکه نه ما اول اومدیم اینجا ثبت نام کردیم. و دیگه مثلا مردم دیگه میان میبینن، پژوهشگرای دیگه میان میبینن، میگن اوکی دیگه این کار داره انجام میده، مثلا فلانی داره این کار انجام میده با دوستاش، دیگه ما انجام ندیم. مرحله بعدی ران کردن یا اجرا کردن این سرچ استراتژی بود. اینجا داشتیم گفتم که همینجوری الکی ما نمیتونیم مثلا چیز کنیم، همینطور سرچ کنیم، خب باید یک چیزی بنویسیم. اپراتورها یادتونه عملگرایی که نوشته بودم اور و نات و اند، اونا عملگرایی هستن که توی سرچ بین مثلا عبارت‌های مختلف مربوط به یک موضوع کاربرد دارن و میایم اینها رو توی چند تا دیتابیس پایگاه داده اینها رو میذاریم و اجراشون میکنیم. حالا اینم بهتون یاد میدم چجوریه. بعد اینکه میایم جمع آوری میکنیم همه اون رفرنس ها چی ان؟ نتایجی که از اجرا کردن این سرچ استراتژی، مثلا تعداد مقالاتی که به ما دادن میشن رفرنسمون، همه اونها رو جمع آوری میکنیم و میذاریمشون توی یک فایلی، فقط تکشون، یعنی چون توی چند تا دیتابیس داریم بررسی میکنیم دیگه، از این چند تا دیتابیس همه رو میریزیم توی ظرفی. میخوایم حالا مثلا بعدا اگه من چیزام روشن میکنم مدادم و بعد براتون میکشم، همه رو باید بریزیم توی ظرف، همه رو یه جا جمع میکنیم، یا میریزیم توی دونه نرم افزاری یا میریزیم توی مثلا اکسلی.
اینقدر سایت های مختلفی الان اومده، هوش مصنوعی های مختلفی اومده که هر کدوم میان اینا رو کالکت میکنن و جمع آوری میکنن. میتونین از اونام استفاده کنین، خیلی هم جذاب، کار باهاشو لذت خواهید برد. بعد خب من مثلا اومدم توی دونه دیتابیس مثل گوگل اسکالر اومدم سرچ کردم، بعد رفتم تو وب آف ساینس هم همون سرچ حالا استراتژی که به کار بردم، سرچ استرینگ هم به اصطلاح همونم گذاشتم اونجا هم سرچ کردم. خب اومد و اینا مثلا یه مقاله همونجا چیزشو گذاشته باشن، آدرسشو گذاشته باشن توی گوگل اسکالر هم توی وب آف ساینس، چون عمومی هر دوتاشون دیگه. خب حالا چیکار کنم اگه دوتا شد؟ مثلا یه دفعه نتیجه این کل رفرنس ها رو به من میده 10,000 تا، همین کاری که ما الان داریم با دانشگاه استفاده میکنیم، مثلا 10,146 تا ما ریفرنس داریم. خب اومد و مثلا چند تاش تکراری باشه، دپلیکیت باشه، ما چیکار میکنیم؟ میایم الیمینیت یا حذفش میکنیم. چجوری حذفش میکنیم؟ اینم راهکار داره، اینم بهتون میگم. و توی حذف کردنش باید خیلی دقت کنید، خیلی بر داور برای سیستماتیک ریویو اهمیت داره. بعد میگه شما حداقل 2 تا ریویور داشته باشید. اینم گفتم باز یکی از اون سوالاتی که من پرسیده بودم روی پرسشنامه. 2 تا ریویور داشته باشید. برای چه زمانی؟ اولین مرحله بررسی مقالات یا غربالگری که همون تایتل و ابسترکته. تایتل چیه؟ همون عنوان مقاله، مثلا ارتباط، مثلا تأثیر نخود فرنگی بر روی حافظه فعال کودکان 5 ساله مثلا. خب میشه تایتلش. ابسترکتش چیه؟ خلاصه و چکیده از کل کاری که توی اون مقاله انجام شده. آره ما در سال فلان اومدیم از 70 تا بچه استفاده کردیم، به سریشون نخود فرنگی دادیم، به سریشون ندادیم، اومدیم نتیجه حافظه فعال اینها رو با هم دیگه بررسی کردیم، دیدیم که اونا که نخود فرنگی خوردن مثلا یه سری بچهای خنگ‌تری شدن مثلا. بعد میان نتایج اینها رو با هم مقایسه میکنن، میگن که پس میبینیم که تاثیر فلان چیز بر روی حافظه فعال خوب نیست و اینها. به صورت خیلی خلاصه میان تو ابسترکت اینها رو مینویسن و توی بررسی ها مشخص میشه خب کل اون مقاله داره راجع به چی حرف میزنه دیگه. پس این ابسترکت خونی در مرحله اول غربالگری که من این مقاله رو میخوام یا نمیخوام اونجا تاثیر داره. مرحله بعدی کالکت کردن، یعنی جمع آوری کردن، مقایسه کردن و انتخاب برای اینکه بخوای اون مقاله‌ای که حالا مثلا میگی که من اینو میخوام یا نمیخوام، اونجا بخوای مقاله رو بازیابی کنی برای خودت، بگی اینو داشته باشم یا نداشته باشمش. و این در واقع این هم یک مرحله مهمی هستش که تو میای کرایتریای خودت رو تعیین میکنی. کرایتریا معیارهای تو هستن برای اینکه بگی من میخوام اینو اکسکلود کنم یا اینکلود کنم. اینکلود به معنای وارد شدن اون مقاله برای کار ریویو تو، اکسکلود هم یعنی کنار گذاشتن و خارج کردن اون مقاله، حالا به نوعی به سطل آشغال انداختن اون مقاله به درد ما نمیخوره. ما میخوایم روی تاثیر نخود فرنگی بر روی حافظه فعال بچهای 5 ساله کار کنیم. این اومده تاثیر نخود فرنگی بر حافظه فعال نمیدونم پیرمردا رو مثلا سنجیده، من اینو نمیخوام. اصلا جامعه‌ای که داره بررسی میکنه بچه نیستن که، اینا پیرمردن، من اینو نمیخوام، اکسکلود، خارج میشه. پس معیارها رو اینجوری تعریف میکنیم که مثلا بچه باشن، بزرگ باشن، کودک باشن، زن باشن، مرد باشن، هر دو جنس باشن، نخود فرنگی باشه نباشه، نمیدونم حافظه فعال رو بررسی کنه نکنه، خروجیش چطوری باشه، تاثیرگذار باشه تاثیرگذار نباشه. همه اینها رو دونه دونه میاریم تو معیارهامون بهش بررسی میکنیم که اینا هم براتون توضیح میدم که چطور باید این کار انجام بشه. بعد که این کارو کردیم یه سری خب مقاله میمونه دیگه، یه سری خارج شدن، یه سری اینکلود شدن دیگه. ما با واژه اینکلود و اکسکلود با مقاله ها حرف میزنیم. اینا که اینکلود شدن اومدن توی جعبه ما و ما اینها رو کالکت کردیم، از بین مثلا 10,000 تا اومدیم 5,000 تا رو جدا کردیم، گفتیم خب این 5,000 تا به موضوع ما میخوره، میایم حالا فول تکستش رو میخونیم، یعنی کل ماجرایی که توی در واقع اون مقاله، دیگه تایتل و ابسترکت نمیخونیم، عنوان و چکیده‌ش رو دیگه نمیخونیم، فول تکستش رو میخونیم و بعد میایم دوباره اون معیارهایی که داریم رو بررسی میکنیم، ببینیم که آیا همه اون معیارهای ما رو داره تو کل مقاله برآورده میکنه یا نه. مثلا ابسترکتش اومده یه ذره خیلی کم توضیح داده، بعد میریم کل مقاله رو میخونیم، میبینیم ای بابا اون چیزی که ما اصلا میخواستیم چیزی نبود که توی متن مقاله است، این اصلا اومده یه جور دیگه، اومده با فلان چیز بررسی کرده، ابزارهایی که استفاده کرده اصلا تستاش اونایی نیستش که من میخوام، تستاش هم اشتباهه. خب اوکی، اینا تو فول تکست خوانی دیگه حذفش میکنم و میذارمش کنار.
بعد یه جاهایی مثلا خب دیدین گفتیم که 2 تا ریویور باید باشه دیگه، حتما 2 نفر باشن. مشکل نیست خانم حمدی، فایل ضبط شده رو میذاریم. بله انشالله که برای فایل ضبط شده هم مشکلی پیش نیاد. بعد یه جایی میبینیم مثلا اینکلود رو خب اکسکلود کردیم، یکی از دوستامون بعد همه مقاله ها رو بررسی کنیم دیگه، هممون، یعنی هر چه تعداد داریم حداقل 2 نفر تقسیم میکنیم که مثلا این تعداد مقالات رو بیان بررسی کنن، ببینیم معیارها رو در واقع ساپورت میکنن یا نه، در واقع میگم مت میکنه یا نه این معیارها رو. بعد یه جایی مثلا به نتیجه نمیرسیم، من گفتم اینکلود، دوستم گفته اکسکلود، خب این خیلی کانفلیکت داره با هم دیگه، خیلی فرق داره. اونجا چی کار میکنیم؟ میریم زنگ میزنیم استاد ببخشید منو مثلا فائزه، منو فاطمه، منو هر کسی دیگه اومدیم داریم اینو بررسی میکنیم، من میگم اینکلوده، میگه اکسکلوده، نظر شما چیه؟ اونجا مثلا استاد میاد نظر خودشو میگه. اونجایی که دیگه به توافق نمیتونید برسید، یه نفر سومی هم که وارد میشه دیگه نظرش در واقع نمیتونه نظری بده، اونجا دیگه اکسپرت میاد وارد میشه، اونجا میتونید ازشون استفاده کنید. بعد یه جاهایی هم هست مثلا دوست داره مثلا چیز میکنه، داره میگرده داخل دیتابیس های دیگه، میگه این مقاله چقدر به مقاله ما مربوطه، من اصلا اینو تو دیتابیس خودمون ندیدم، این همه رو جمع کردیم آوردیم گذاشتیم تو فلان جا، این مقاله که نبود. additional references یعنی این که شما بخواید یه سری مقاله غیر از این که اونجا سرچ کردید به اینها اضافه کنید. و اینها چیا هستن؟ شما باید بر اساس مثلا دیدید انتهای هر مقاله ریفرنس داره، شما به اون ریفرنس ها مراجعه کردین، چون میرید تو خود اون ریفرنس، اون یه دونه مقاله‌ای که ریز بود توی مقاله ریزه، مثلا یه دونه از اون ریزه، میری ریفرنس هاشو میبینی اصلا مربوط به کار تو وجود داره یا نه. یا نه یه مقاله مثلا سال 2019 چاپ شده، الان 2024 دیگه، ممکنه مثلا کسی سال 2023 از اون مقاله استفاده کرده باشه، میری اونایی رو میبینی که بهش سایت خورده، مثلا بهش استناد شده، به اون مقاله ریزه مقاله سال بعدیش استناد کرده، میری اونا رو هم میبینی و اگه مرتبط بود به کارت اضافه میکنی، میریزی تو پاکت در واقع جمع‌آوری اون مقاله هایی که داشتی. بعد حالا میای انتهای کار که شما کار سلکشنتون، انتخابتون بین مقاله ها تموم شد، یه دونه جدول میکشی اسمش فلوچارت پریزماست. با کاکرین هم میتونیم این فلوچارت رو رسمش کنیم و اونجا میاییم در نهایت تصمیم آخر رو میگیریم که مثلا میگیم این مقاله بر چه اساسی رد شده و اینکلود شده و اکسکلود شده. بعد میایم در واقع اون کالکشن فرممون رو با هم دیگه بررسی میکنیم، 2 به 2 ببینید باید حتما 2 به 2 باشه. یه کالکشن فرمی گفتیم داریم که مثلا ببینیم که پارتیسیپنت هامون چند سالشونه، چه جوری چه شکلی مثلا نژادشون چیه، کشورشون کجاست، چه میدونم آوتکامی که داده، خروجی که از مقاله داده چیه، روش اجراش چیه، نخود فرنگی رو چیه، امتحان که اصلا نخود فرنگی داره نداره. اینا رو همه رو با هم دیگه چجوری اپلای میکنیم؟ وقتی که اینا نتیجه ها رو میذاریم کنار هم دیگه، بعد نتیجه ها رو با هم دیگه باید تلفیق کنیم. بعد یه سری چیز داریم ما دیگه الان، خب مطالعه های مختلف داریم، ما نمیتونیم همین جوری که روی همش مثلا نظر بدیم، ما بریم از نظر کیفی هم باید بریم مقاله ها رو بررسی کنیم، مثلا ببینیم اوکی این مقاله که اومده تاثیر، باز بگم حالا نخود فرنگی، نمیدونم چرا اومده تو ذهنم، تاثیر نخود فرنگی رو حافظه فعال کودکان 5 ساله بخوایم امتحان کنیم، مثلا یه جاهایی وقتی که هی مقاله بخونید اینطوری میشه ها، یه جاهایی متوجه میشید که خب این تعدادی که اومده از مثلا شرکت کننده استفاده کرده چقدر کمه، مثلا 10 نفره، در صورتی که هرچی مقاله میخونم میبینم همه 50 نفر استفاده کردن، 30 نفر استفاده کردن، مثلا 10 نفر این استفاده کرده. خب این از نظر کیفیت ممکنه که کم باشه، اون نتیجه‌ای که میده نتیجه قابل اتکایی نباشه، در واقع اون ولیدیتی خاص رو میگن توی زبان علمی نداره و خب اونجا میای شما به کیفیتش نمره میدی. یه سری مجددا حالا چیزا هست که اینم بعدا بهتون میگم در ادامه، یه سری تولزا و ابزارها هست که شما میتونید
کیفیت مقاله ها رو هم اینجوری اندازه گیری کنید و ریسک آف بایاسش هم اندازه بگیرید. ریسک آف بایاس هم یه عبارت خیلی مهمه توی سیستماتیک ریویو ها که شما خطر سوگیری رو هر چی بیشتر کاهش بدید، ریسک آف بایاس یعنی خطر سوگیری دیگه، هر چی بیشتر اینو کاهش بدید کارتون معتبرتره. یعنی هر چقدر اون تعصب رو بذارید کنار، اون غیرت نسبت به فلان موضوع بذارید کنار، از تفکر انتقادیتون بیشتر استفاده کنید، کارتون با ارزش‌تر خواهد شد. بعد میایم یه دیتابیسی آماده میکنیم برای اینکه بخوایم آنالیز کنیم. بعد میایم کانداکت میکنیم یه در واقع نتایج کاری که داشتیم و نتایجی که گرفتیم و از این کالکشن و اینها، کوالیتی اینها و کار دیگه که انجام دادیم. همش رو فهم دارم سعی میکنم فارسی بگم، فکر میکنم کوالیتی کیفیت دیگه، کیفیتش. بعد اینجا سینتزیس یعنی یعنی سنتز کردن، مثلا سنتز کردن یعنی که جمع کردن. خب نتیجه که از هر کدوم از اون مقاله های ریز هر جور متوجه نشدید بگید من توضیح بدم، کدوم اصطلاحو میگید من توضیح میدم براتون. و بهتره که اصطلاحات تخصصیشو حتما یاد بگیرید، خیلی خیلی به دردتون میخوره. حالا همینجا اگر که یه ذره قرار اذیت چید اشکال نداره، به من بگید من براتون توضیح میدم. مثلا این یعنی چی، این مثلا به کجا برمیگرده. الان ما به اینجا رسیدیم که ما میخوایم از بین اون نتیجه هایی که از اون مطالعه ریز به دست آوردیم همه رو گذاشتیم توی فرم. بعد توی اون فرمی که گذاشتیم، بذار من اینجا مثلا براتون بکشم، البته که با ماوس خیلی سخت میشه. مثلا ما اینجا یه ظرفی داریم، مطالعه ریزامون رو همه رو ریختیم تو این، اونایی که خواستیم معیارهای ما رو برآورده کرده، معیارهایی که خواستیم برای مثلا همه اینها به نوعی اومدن تاثیر نخود فرنگی رو روی بچهای 5 ساله در حافظه فعال بچهای 5 ساله بررسی کردن. اینا هر کدوم تک یه مقالن دیگه که در سالهای مختلف انجام شده. حالا از هر کدوم از اینا اومدم یک سری مثلا یه جدولی برای این یه دونه درست کردم، نه که برای این یه دونه، کلا یه جدول درست کردم. اینجا سن مثلا شرکت کننده ها رو، اینجا مثلا نتیجه، نمیتونم من با این بنویسم چون خودکار ندارم با ماوس دارم می‌زنم. اینجا نتیجهش رو حالا نمیذارم. خب نتیجهش رو اینجا نمیدونم، تعداد شرکت کننده ها رو اینجا، این که مثلا از نخود فرنگی استفاده کرده یا نکرده رو، اینا همه رو تو جدول دونه دونه در مورد این یه دونه می‌نویسم. تو ردیف دوم میام در مورد اینکی می‌نویسم. خب این یه اطلاعاتی به من میده دیگه، تو این جدول یک سری اطلاعات جمع میشه. بعد من میام اینها رو با هم اینجا جمع میکنم، ازشون به صورت توصیفی نتیجه این همه اینا رو به صورت توصیفی میام ازش یه دونه نتیجه در میارم. همه اینها میشه یه نتیجه. اینجا میشه دیگه سیستماتیک ریویو دیگه. خب از نتیجه همه اینا این مثلث گنده در میارم که به یک نتیجه رسیده. اینجا میرسه به یک نتیجه توصیفی، جمع‌بندی توصیفی، که اینجا دیگه سیستماتیک ریویو همین SR ما رو دیگه داره درست میکنه. خب ممکنه بعضی از این نتیجه ها، خب اینها به صورت عددی باشن. گفتم بهتون چی میشه؟ میشه متا آنالیز. باید اینجا ببینیم آیا متا آنالیز میشه یا نه. برای این کار باید ببینیم هتروژنیتی یا اون هماهنگی بین این نتایج. یعنی مثلا ما این همه مطالعه داریم، خب ریزا هست، اینا رو داریم، همشون هم به صورت عددی یا کمی یا بگیم به صورت همین کمی بگیم کوالیتیتیو و کوانتیتیتیو اومدن به ما یک نتایجی دادن، نتایج عددی به ما دادن. اگه اینا همشون در یک راستا ازش استفاده شده باشه، یعنی ناهماهنگی بینشون وجود نداشته باشه، وقتی که داشتن مثلا تحلیل میکردن از یک روش استفاده کرده باشن، 20 میگه ببینیم آیا متا آنالیز هست یا نیست. ببینید اینجا جفت به جفت، یعنی اینجا که میگه کالکشن فرممون رو درست میکنیم، یعنی کلا 2 تا کالکشن فرم داشته. این کالکشن فرم مثلا، خب جمع‌آوری داده ها، فرمی هستش که برای جمع‌آوری این داده های ریز داریم درست میکنیم. بعد 2 به 2 با هم مقایسه میکنیم با دوستامون دیگه. مثلا ببینیم که مقایسه نه ها، میذاریم کنار همدیگه به یک نتیجه ببینیم میرسیم یا نه. نتیجه‌ای که از هر کدوم اینا بگیریم باید مشترک باشه.
متوجهین؟ یعنی نتایج در یک راستا باشه. همین هتروژنیتی که الان میخوام توصیفش کنم و توضیحش بدم. هتروژنیتی میگه که خب شما بعد دارین تاثیر موضوع دوباره نخود فرنگی بر روی حافظه فعال کودک‌های 5 ساله. اینجا مثلا یکیش نیاد روی ظرفیت حافظه فعال کار کرده باشه، یکیش اومده باشه روی مثلا خب حافظه فعال چیز مختلف داره، کارکردهای مختلفی که ظرفیتش باشه، یکی مثلا حالا اون سرعت عملش باشه یا میزان یا دامنه مثلا توجهش باشه، نمیدونم البته تو حافظه فعال این نمیگنجه، از ذهنم پریده. مثلا یک موضوع رو توی بخش‌های مختلفش نه بررسی کنه، همشون اومده باشن ظرفیت حافظه فعال رو سنجیده باشن، این منظورم هستش. هم این اومده باشه حافظه فعال، همین باشه ظرفیت حافظه فعال، هم یکی اینجوری هتروژنیتی دارن که ما میتونیم بهش اتکا کنیم، بگیم که اوکی پس الان همه در یک راستای، ما میتونیم از این اعداد استفاده کنیم به خاطر اینکه بخوایم یک متاآنالیز بنویسیم. فرمول های متاآنالیز هم بعداً بهتون خواهم گفت، البته تو کارگاه پیشرفته است یک مقدار متاآنالیز کار کردن، یعنی هر کی متاآنالیز می‌نویسه دیگه خیلی خفنه بچه‌ها. خب آخر سر میریم چی کار میکنیم؟ میریم چک ریپورتینگ بایاس میکنیم، میبینیم که این گزارش هایی که داده شده، گزارش خطاها رو دوباره بررسی میکنیم. اینجا دیگه آخرش فقط چکه دیگه، ببین یه جا اینجا چک میکنی، اینجا چک میکنی، دوباره کیفیت اون شواهدی که داری و یعنی اون در واقع شواهد چیه، اینا هر کدوم از اینا نتیجه هر کدوم از این مقاله ریزا میشن شواهد ما. خب کیفیت اینها رو با هم بررسی میکنیم. یه دونه پلات هستش یا یه دونه جدوله که توی اون جدول دقیقاً اینها رو نشون میده که شما چطور میتونید کیفیتش رو مشاهده کنید. یه سری فرمول داره، بازم اینها رو بهتون خواهم گفت. در نهایت کارتون تموم شده و یه نفس عمیق میکشید و گزارش کارتون رو مینویسید، آپدیتش میکنید، سابمیتش میکنید، یعنی در واقع اینو میرید ثبت نام میکنید، اونو در واقع بارگذاری میکنید برای اینکه بخواد معرفی میکنید برای اینکه بخواد چاپ بشه و به سلامتی ان شاءالله سیستماتیک ریویوتون مینویسید و به این گونه. حالا این چیزی که میخوام الان براتون بگم توصیف اون 1 تا 24 بود. چقدر خسته شدید دوستان؟ مطالب آیا براتون جدید بود؟ چطور بود؟ دانش داشتید نسبت بهش تا بخوایم بقیه اسلاید ها رو پیش ببریم؟ زنده باشین. یه فیدبک دوستان بگم. زنده باشین. ممنونم، متشکرم از فیدبک های دوستان. خب بسیار عالی. متاسفانه کلاسمون آنلاینه، نمیتونیم مثلا یه چای بینش بخوریم یا نمیتونیم یه خستگی این شکل در کنیم. بعد حالا یه نفسی بکشیم و ادامه کار رو به صورت یک مقدار بازتر من براتون توضیح میدم که بتونید بیشتر درک کنید که چی در واقع کلاس. که ببینید ما کلاس رو قرار بود ساعت 6 شروع کنیم دیگه. خب 6 شد 6 و نیم، الان 19 و 45 دقیقه است. یک مقدار فکر می‌کنم الان از زمان کلاس هم گذشته تا من بخوام اینها رو توضیح بدم یکم طول میکشه که همین 24 تا مرحله رو دوباره باید براتون توضیح بدم. و خب آقای طلایی نژاد گفتن که اگه دانشگاه موافق باشه با امور سیستماتیک حداقل چند ماه وقت نیاز داره، مگه حداقلش میشه نریتیو ریویو؟ آره حداقلش میشه نریتیو ریویو. اگه دانشگاه موافق باشه همون 1 سال بهتون وقت میده دیگه، 1 سال بهتون وقت میده تا جمعش کنید. یعنی یک سیستماتیک ریویو کمتر از 1 سال فکر میکنم ارزش 6 ماه تا 1 سال. البته باید اکسپرت باشید دیگه، مثلا 6 ماه یعنی تخصصی بخواید، یه آدم متخصصی باشید که قبلا هم سیستماتیک ریویو نوشته تو اون زمینه. خب دوستان من سعی میکنم تا 1 رو این مطالب رو بگم، چون بین توصیف 1 تا مرحله 1 تا 24 براتون کامل فکر کنم توضیح دادم. فقط یک سری تصویر هست که تصویرها رو ببینید. زنده باشین. استاد راهنما میتونه نفر دومتون باشه به شرطی که خودشون بپذیرن. بله هیچ مشکلی نداره. من اینو دیدم مثلا تو دانشگاه دیگه دیدم که
استاد راهنمای، استاد مشاور اینا اومدن چیز شده. اما تازه حتی مثلا برای کار پایان نامه میگن از دوستم استفاده کردم، مثلا دوستم کمکم کرده. اینا هم میشه مثلا دوستتون باشه. اگه زمان کمتر داشتیم رپید ریویوه. رپید اصلا معلومه دیگه، سریع ریویو. خب یه سری سوالم بذاریم حالا وقتی که تموم شد جلسه من استپا رو سریع براتون توی رو بگم، بین کار همه رو بهتون گفتم. اگه خاطرتون باشه اول جلسه بهتون عرض کردم که سوال پژوهشی خیلی مهمه. اینکه بخواید سوال پژوهشی رو چجوری طرح کنید. اگر سوال پژوهشیتون رو به صورت در واقع غیر استاندارد بخواید تعریفش کنید یا دیفاینش کنید، بچه با اصطلاحات انگلیسیش حتما آشنا بشید، این کار ارزش کارتون رو میاره پایین. برای اینکه بخواین کارتون یه کار تر و تمیزی باشه که کلا سوالتون از اول سوالتون محکم بسته باشین، میگه که کوکرین میگه، پریزمان میگه شما بیاین از اصل پیکو یا پکو استفاده کنید. ببینید بین آی و ای اسلش گذاشتیم. از پیکو یا پکو استفاده کنید که یه تی اس هم میتونید آخرش بذارید که حالا برای بعضی از چیزای خاص هست، مطالعات خاص هست. خب پی چیه؟ پی نماد پاپیولیشن یا جمعیتی که دارید مطالعه میکنید. توی این مثال ما بچه‌های 5 ساله میشن پاپیولیشن ما. مثال دیگه یا اینترونشن باید داشته باشه، یک کدوم از این دوتاست. خب یا اینترونشن یا اکسپوژر، نمیتونه دوتاشو داشته باشه. اینترونشن چیه؟ اینترونشن یعنی مداخله. مثلا ما داریم میگیم ما میخوایم حافظه فعال رو بررسی کنیم، تأثیر چی رو گفتیم میسنجیم؟ نخود فرنگی. خب نخود فرنگی اون چیزی که مداخله میکنه، مداخله ما میشه نخود فرنگی. اینو براتون عرض کردم که حالا مثلا قابل چیز باشه دیگه، یه ذره بهتر بتونید درکش کنید. بچه‌ها دارید اسلایدا رو؟ خب اینترونشن پس میشه مداخله ما توی بعضی از سوالهای پژوهشیمون اینترونشن داریم، تو بعضیا نداریم. اونایی که اینترونشن نداریم و فرد یهو باهاش مواجه میشه، مثل چی؟ مثل تاثیر نخود فرنگی نگیم، مثلا میگیم تاثیر مثلا کمبینایی، چشم ضعیف نمیدونم چی میشه، کمبینایی یا بینایی ضعیف روی حافظه فعال. خب اون طرف که دیگه دست خودش نیست، این که نمیتونه اینترونشن باشه، این که نمیتونه مداخله باشه. مثلا ما بیایم به زور بگیم بیا بیناییتو کم کن که ببینیم تاثیرش رو حافظه فعال چی میشه. این در مواجهه و در معرض اون کمبینایی قرار گرفته دیگه. خب این میشه اکسپوژر یا مواجهه یا چم برخورد، مثلا در واقع یه دفعه اصلا بدون برنامه ریزی شده. حالا در نمیدونم واقعا معنیش رو چی بگم، مواجهه فکر میکنم بهترین معنیش باشه. و پس یا یک مطالعه ما میگیم تاثیر کمبینی مثلا بچه 5 ساله رو حافظه فعال، یه جا میگیم تاثیر نخود فرنگی ما میتونیم بهش بدیم بخوره ببینیم حافظه فعالش چجوری میشه. مداخلمون کمبینی رو ما نمیتونیم کاری کنیم. این دیگه چیزی که در معرضش قرار گرفت، در معرض قرار گرفتن که به این نوع مطالعه های سیستماتیک ریویو میگن ابزرویشنال. به اینایی که سوال پژوهشیشون مثلا تو شکل اینترونشن یا مداخله داره بهش میگن اینترونشنال. و این فارسی هم نداره دیگه. البته مداخلی مشاهده‌ای میگن ولی خب دیگه شما انگلیسیشو یاد بگیرید. به اینترونشن میگن اینترونشنال، به اونایی که اکسپوژر یا در معرض هستن، در معرض چیزی قرار گرفتن، بهش میگن ابزرویشنال یا مشاهده کنیم ببینیم بچه‌هایی که داره کم بینایی هستن حافظه فعالشون چطوریه در مقایسه با اونهایی که مثلا نرمال دارن، دید نرمال دارن. چیز دیگه که تو سوال پژوهشیتون باید بیارید کامپریزن یا مقایسه هست. شما اگر بخواید یه کاری انجام بدید که استادیتون، یعنی اون در واقع ریویوتون، سیستماتیک ریویوتون بتونه در واقع قوی باشه، با یه گروهی هم مقایسه بشه دیگه. مثلا ما مخصوصا اینجا داریم میگیم برای تاثیر نخود فرنگی روی
بچهای 5 ساله میایم با چی مقایسه میکنیم؟ با اونایی که نخود فرنگی نمیخورن. اینی که میگیم کم بینایی بچهای 5 ساله حافظه فعالشون رو میخوایم بسنجیم، با چی مقایسه میکنیم؟ با اونهایی که دید نرمال دارن یا مثلا دید قوی دارن، با اونها میان بررسی میشن. نتیجه هم حتما باید توی سوال بیاد. نتیجه‌ای که مثلا توی سوالی که الان مطرح کردیم، تأثیر نخود فرنگی بر روی در واقع حافظه فعال. خب آوتکام ما چیه؟ یعنی خروجی ما چی میخوایم ببینیم؟ خروجی میخوایم چی رو اندازه بگیریم؟ حافظه فعال رو میخوایم اندازه بگیریم. اینجا حافظه فعال واسه ما اندازش اهمیت داره. اینم به شدت سخته اینجور نوشتن. حافظه فعال رو میخوایم اندازه بگیریم که خروجی کار ما هستش. پس اینها رو باید دقت کنیم. این جدولم به درد بچه‌های در واقع پزشکی میخوره. فکر میکنم که یکی دو نفر از بچه‌های پزشکی توی این کارگاه ثبت نام کردن. حالا اگه حضور دارن نمیدونم، ولی اگر این فیلم رو بعداً میبینن که به کارشون میاد. سوال پژوهشی هم میتونه متفاوت باشه دیگه. سوالات پژوهشی ممکنه که مثلا توی قسمت بروز یا شیوع مثلا یک بیماری باشه که شما باید بگردین دنبال یک سری یادتونه گفتم سروی استادی ها، کورت استادی اولش گفتم، شما باید بریم بگردین توی مقاله ها دنبالش. اگر مطالعات درمانی باشه شما بریم کلینیکال ترایال ها رو بگردیم که برمیگشت به اکسپریمنتال هایی که مثلا کراس اوور بودن، یا اگه یادتون باشه حالا اون جدول رو بعدم ببینید، یا اینکه مثلا به صورت پارالل گروپ بودن، اونا رو میتونید بررسی کنید. اسکرینینگ یا بررسی، حالا غربالگری بهش بگیم، دوباره بعد بیان این نوع مطالعه رو بررسی کنن. تشخیص یا دقت تشخیص وقتی میخوان توی بیماری داشته باشن، ببینید بچه‌ها البته فقط هم این به چیز برنمیگرده ها، مثلا برنمیگرده به یک سری مطالعه های مربوط به مثلا پزشکی، نه، توی موارد دیگه هم میتونه بهتون کمک کنه. مثلا این نوع استادی ها رو بیایم بگردیم، توی این کلینیکال ترایال ها و کراس سکشنال استادی ها رو بیایم بگردیم. اگر که نه مثلا پروگنوسیس بوده بیاین فلان کار رو انجام بده، یا هارم بوده، خطر آفرین بوده، چون دلیل سبب شناسی بوده، هر کدوم از اینها یک سری مقاله های کامپریزن، اوکی، یک سری مقاله های مربوط به هیته خودش رو داره که ما میایم اون مقاله ها رو بررسی کنیم. کامپریزن قسمت مقایسه است. ما گفتیم توی سوال پژوهشیمون حتما باید یه مقایسه مثلا داشته باشیم دیگه. مثلا این پاپولیشن که گفتیم افراد شرکت کننده اون جمعیت مورد مطالعه ما هستن. اگر قرار باشه ما کامپریزنمون رو، اگه قرار باشه ما اون جمعیتمون رو با یک گروه دیگه مقایسه کنیم، اینو حتما باید خودمون حداقل بدونیم دیگه، تو سوال پژوهشیمون مشهود باشه. گفتیم چی؟ تاثیر نخود فرنگی بر روی کودکان 5 ساله. خب با چی مقایسه میشه؟ با اونهایی که نخود فرنگی نمیخورن. تاثیر کمبینی کودکان 5 ساله بر حافظه فعال با چی مقایسه میشه؟ با اونایی که دیده سالم دارن دیگه، یا دیده مثلا قوی تری دارن. این میشه کامپریزن. اوکی. امیدوارم که اهمیت سوال پژوهشی رو خوب درک کرده باشید. این از مهمترین بخش های یک ریویو هست که هرچی میریم جلو این اهمیتش رو بیشتر شما درک خواهید کرد. استپ 2 که گفتیم برای تیم براتون توضیح دادم، از اهمیتش گفتم. استپ 3 این که شما بخواید سرچ استراتژی خودتون رو چجوری تعریف کنید که اینا هر کدومش به صورت جداگانه در واقع میاد از همین اند و اور و نات که گفتم بولین اپراتورهای عملگرها هستن. شما میتونید از اینها استفاده کنید. اینها هر کدوم روش‌های خاص خودش رو داره که چطور میتونید مثلا بین یک مثلا در مورد حافظه فعال مینویسید. حافظه فعال چی میشه به انگلیسی؟ working memory دیگه. توی WM بنویسید، یه اصطلاحش این میشه وقتی اور میزنید یعنی میگید بیا با یه دونه دیگه مثل working memory مثلا. خب بچه خیلی سخته با موس نوشتن، ببخشید بد خط میشه. با working memory در واقع جمع کن هر مقاله که توش WM اومده، working memory اومده، یا مثلا یه دونه مموری اومده، اینجوری میتونی با هم دیگه یه دونه سرچ استرینگ بنویسیم. دنبال این مقاله ها میگردم، اینجوری میخوام چیزش کنم، یعنی هم چیزش رو مینویسیم، چجوری بگم بهتون، هم خلاصه که نمیشه،
همین در واقع ابریویشن دیگه. بچه میشه کمک کنید، یادم رفته اصلا چیزشو. WM همین خلاصه‌اش رو مثلا ابتدای اینا رو میذارن ابریویشن میکنن دیگه. حالا اختصار، آفرین، مرسی. هم اختصارش رو مینویسین، همین که کاملش رو مثلا مینویسین، میگید دنبال هر دوتا یا هر سه تا مثلا مموری هم بگرد برای من توی مقاله ها. بین اینها از این عملگرهای اور مثلا ما استفاده میکنیم که این نوع تعریف کردن در واقع سرچ استراتژیمون، یعنی اون سبک و سیاقی که ما میخوایم سرچ کنیم خیلی اهمیت داره. اینو باید تعریف کنیم با نوشتن هر کدوم از این اصطلاحاتی که مثلا یه جا که برمیگرده دوباره به این سوال پژوهشی. اوتکام ما چی بوده؟ اوتکاممون حافظه فعال بوده. کامپریزنمون چی بوده؟ مثلا بچه‌های غیر فلان بوده. اکسپوژرمون این بوده. پاپولیشنمون این بچه‌ها بودن. هر کدوم از اینها رو به صورت جدا 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 جدا، پی و جدا، آی و جدا، سی و جدا، او رو جدا، اگه به جای آی هم میتونیم اکسپوژر داشته باشیم. هر کدوم از اینها رو از این در واقع سرچ استرینگا جداگانه براش مینویسیم، بعد با همدیگه اندشون میکنیم، بین اینا اند میزنیم. حالا که این روش مخصوصی داره، اینها توی کارگاه‌های بعدی حتما براتون آموزششو میذارم که بدونید که چطور باید این کار رو پیش ببرید. فقط حالا صرف آشنایی با اینکه چطور میتونید یک سرچ استرینگ طراحی کنید و اینها رو حداقل توی 4 تا دیتابیس، پایگاه داده که توش پر از مقاله است، مثل امبیس یا مدلاین که توی پزشکی مدلاین داره استفاده میشه، وب آف ساینس که وب آف ساینس یه چیز عمومیه دیگه، یه دیتابیس عمومیه، گوگل اسکالر عمومیه، میتونید از اسکوپوس استفاده کنید. اگه هیته روانشناسی هستید مثلا سایک اینفو رو میتونید استفاده کنید. اگر فنی مهندسی هستید آی تریپل ایکس و آی تریپل ای اکسپلور رو میتونید استفاده کنید. بعد همینطوری گذاشتم براتون توی گروه دیگه که مثلا دیتابیس های مختلف توی کدوم شاخه های علمی داره مقاله ها رو در واقع بررسی میکنه. بعدش یه چیزی که مهمه اینی که شما تقریبا 20 های اون رفرنس هایی که دریافت میکنید، مقاله هایی که از هر کدوم از این دیتابیس ها میگیرید، 200 های اولتون وقتی همه اینها رو جمع کردید ریختید توی دونه ظرف، 200 های اولتون باید توی گوگل اسکالر باشه. اگه نباشه یه ذره خطا داده چیزتون، در واقع سرچتون خطا داده. بعدش میید از این چک لیست های پریزما یا کاکرین هم بعد میتونید بیاید استفاده کنید. خب استپ 4 فکر میکنم که براتون توضیح دادم که چطور بتونید معیارهای انتخاب داشته باشید که گفتم اینکلوژن و اکسکلوژن رو حتما به یاد داشته باشید. اینکلوژن یعنی اون معیارهایی که شما مقاله ها رو میریزید توی ظرفتون. اکسکلوژن معیارهایی که شما این مقاله هایی که وجود دارید دیگه نمیخواید و ضرب در میزنید میندازیمش دور. و چند تا معیارها رو میتونیم بررسی کنیم. تایپ آف استادی ها یعنی نوع مطالعه رو، زمان چاپش و منطقه جغرافیایی، سن شرکت کننده ها، جنسشون و همینطور که حالا مثلا اگه در مورد پزشکی اینا باشه در مورد بیماری ها و اینها میتونید در موردش معیار قرار بدید. استپ 5 که براتون هم توضیح دادم، گفتم که مثلا میتونیم دیتا کالکشن فرم خودمون رو طراحی کنیم. مثلا میتونیم چیزایی که دیتا هایی که از هر کدوم از این مطالعه ریزا در میاریم، خب همه اینها رو میتونیم دیزاین کنیم. مثلا چه چیزایش رو بررسی کنیم، چه چیزایی از این دیتا رو مثلا ما بررسی میکنیم. مثلا همینایی که مربوط به این معیارها هست رو دونه دونه میتونیم توی این یک جدولی که خودمون درست میکنیم که میتونیم با اکسل درست کنیم، میتونیم با ابزارهای دیگه مثل کوالتریکس و گوگل شیت و رد کپ و اینا میتونیم ازشون استفاده کنیم که شامل این مواردی که مثلا میگم مشخصه های عمومی یک مطالعه، مثل اینکه حالا نویسنده اسمش چی بوده، سال چاپش چی بوده، یا مشخصه های اون جمعیت مورد مطالعه که سنش، جنسش، نمیدونم نژادش، ایناش چی بوده. بعد اگر اکسپوژر یا اینترونشنه میتونیم اون روش در واقع روشی که اومده ارزیابی کرده distribution in the study population اینها رو میتونیم همه رو بررسی کنیم. دوزیجی که اومده برای داروها استفاده کرد، مطالعات پزشکی و فلان، همه اینها هر کدوم به صورت جدا 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 ما میتونیم توی این جدول بیاریم و برای هر کدوم از این مطالعه ها اطلاعاتش رو اینجا بنویسیم که بهش میگن دیتا کالکشن فرم. با این ابزار هم قابل در واقع تهیه کردن هستن.
استپ بعدی چیه؟ حالا که ما اونها رو تعیین کردیم این پروتکلش رو گفتم تو پراس پرو میذاریم، یک شکلی از پراس پرو براتون آوردم. استپ بعدی ران کردن و سرچ استراتژی مونه که هر دیتابیسی روش های مربوط به خودش رو داره. اون اورو ناتو اینا رو تو عملگرها رو بهتون گفتم. خب هر کدوم توی هر دیتابیسی در واقع متفاوته. روش های اینم بهتون خواهم گفت حتما در کارگاه پیشرفته. و این حداقل 4 تا دیتابیس این رو هم حتما در نظر داشته باشید که در واقع اینم بتونیم جزء سوالات بود اگه یادتون باشه. حداقل 4 تا دیتابیس باید بررسی بشه توی مطالعات ریویو. استپ 8مون چی بود؟ جمع کردن. بچه اجازه بدید من تا 10 میگم، بقیهش رو توی جلسه بعدی میگم، چون فکر میکنم اینطور خیلی زمان دوستان گرفته میشه. جمع کردن همه اون ریفرنس ها، همه اون مطالعه ریز ریزایی که به دست آوردیم بر اساس معیارهایی که داشتیم، ما دونه دونه اینجوری جمع کرده بودیم و میذاریمشون همشون توی فایل. خب همه اینا رو میذاریم توی فایل. چجوری کجا میذاریم؟ میتونیم بذاریم تو اندنوت. این هم یه سوال بود. این معروف ترین در واقع نرم افزاری هستش که توی کار سیستماتیک ریویو حالا کتابخونه در واقع کتابخونه محور دیگه میتونیم ازش استفاده کنیم. همه رو بریزیم تو اندنوت یا نه همه رو میتونیم بریزیم تو ریان. ریان هم خیلی هوش مصنوعی خوبیه، میتونیم تو اینا بریزیم. همشون رو جمع میکنیم یه جا. فقط از 4 تا دیتابیس ببینید مثلا چیز مختلف اومده. مطالعات ریزی که ما جمعشون کردیم اومده. مثلا از وب آف ساینس 500 تا اومده، از گوگل اسکالر نمیدونم 2000 تا اومده، از اسکوپوس مثلا 200 تا اومده، از اون یکی مثلا 600 تا اومده. میدونین همه رو اینجوری جمع کردیم ریختیم توی یه دونه ظرفی که مثلا اندنوت باشه، این باشه. استپ بعدیمون چیه؟ حذف کردن. گفتیم ممکنه تکراری هم باشن. آره اندنوت رو بهتون میگم. اندنوت هم خیلی جذابه کار باهاش. البته میدونید دیگه تو ایران ما میتونیم کرک شدهش رو استفاده کنیم، خارج از ایران خیلی گرونه و اصلا توی در واقع دانشگاه ها، حالا دانشگاه ها نه دانشگاه خودشون دارن ولی افراد پژوهشگر که به صورت آزاد دارن کار میکنن اندنوت نمیتونن استفاده کنن چون خیلی گرونه و اینا. خب حالا میگیم که ما ممکنه مثلا 600 تا از این اومده، 400 تا از این، 200 تا از این، 300 تا از اون، تکراری هم توشون باشه دیگه. مثلا دو تا مطالعه عین همه، من نمیخوام هر دوتاشو بررسی کنم که دو تا جواب یکسان بشه دردم میخوره، بعد یکیشو حذف کنم. بعد پیدا کردن از بین 10,000 تا مثلا مقاله، خب پیدا کردن این کار سختیه دیگه. این چجوریه؟ اینم یه قلقی داره که اینو بهتون میگم. یه جام براتون سوال داده بودم که چجوری حذفشون کنیم بهتره با ماشین لرنینگ. با ماشین لرنینگ هم حذف میشه اگه تعداد بالا باشه. با نرم افزار هم که مثل اندنوت باشه حذف میشه به صورت اتوماتیکلی. هوش مصنوعی هم میتونه این کار بکنه، اونایی که بر پایه وبن یا اپلیکیشنن مثل ریان. میتونید شما اینایی که دوپلیکیت هستن یا دوتایی هستن، دوتا مثلا تکراری هستن، ببخشید تکراری ها رو حذف کنید. و یه روش دیگه که بهترین نوع روشه در واقع حذف تکراری ها هست، حذف ماشین و دسته که اون رو حتما بهتون آموزش میدم. باید تکراری ها به 0 برسه و این کار خدا رو شکر من درش خیلی تبحر دارم. حتی تعداد بالا رو به راحتی میتونم این کار انجام بدم. یه سری قلق‌های خاصی داره که اینا همشون به صورت در واقع فردی تنظیم میشه. حالا من اینا رو حتما بهتون خواهم گفت. استپ 10 که آخرین استپمون امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم اینی که حداقل داشتن 2 تا ریویور برای اینکه بخوایم تایتل و ابسترکت، عنوان و چکیده رو در واقع اسکرین کنیم یا غربال کنیم یا حالا بررسی چشمی انجام بدیم ببینیم آیا با معیارهای ما میخونه نمیخونه، چه مدلیه. داشتن 2 تا ریویور واقعا خیلی کمک کننده است و اصلا اگه نباشه کار ریویو ما انجام نخواهد شد. خب دوستان من فکر میکنم که با توجه به حجم در واقع مطالبی که امروز گفتیم تا اینجا کفایت کنه، بقیه‌اشو بذاریم برای جلسه آینده. خب